خوش آمدید به کانال مورد. دوستان من در این ویدیورولوگ تصمیم گرفتم که عادی ترین راه برای دانشجویان به آلمان رفتن را برای شما نقل کنم. دوستان ویدیورولوگ تا آخر تماشا کنید، لایک روحانی نمونید. اگر خواهید که به آلمان روید حتما ویدیورولوگ را تا آخر تماشا کنید. اینک یکی از بهترین و یکی از آسان‌ترین راه‌های به آلمان رفتن این برای دانشجویان است. در 3 ماهی تعطیل تابستانه شما میتوانید که به آلمان روید، کار کنید، زبان آلمانی رو بیاموزید و بازگردید به وطن. فرق ندارد شما در روسیه تحصیل میکنید یا در تاجیکستان یا در ازبکستان یا در دیگر دولت. اینک چی لازم است برای تعطیل تابستانه رو در آلمان بسر کنید؟ حجت هایی که برای میانرو لازم است این معلوماتنامه از دانشگاه، کمتون با آلمانی حرف زدن، کم مکلی درباره خودتون. اگر خواهید که در جاهای بهترین کار کنید خوبتر است که شما باید انگلیسی را خوب دانید. انکت میانرو رو پر کردم. مبلغ میانرو اساساً از 250 یورو آلمانی یورو اروپایی حساب می شود. اینترویو یا ویدیو رولینگ میگیرید، اینترویو 1 مینوت یا 2 مینوت. نسخه شناسنامه خارجی و نسخه شناسنامه ملی رو روی میکنید. برای گرفتن روادید باشد نسخه شناسنامه خارجی، خود شناسنامه خارجی، نسخه شناسنامه ملی، خود شناسنامه ملی، سرپرستی شما که پول چپته ها رو به شما پرداخت میکنه تا رفتن به آلمان و پس گشتن، معلوماتنامه از دانشگاه که شما دانشجو هستید، سوارده طبی از 30,000 یورو، صورت 2 دانه انکتا پر کرده، صورت رو نمیچسبانید. ما شوق آور کننده میگه شما چی میخواید از آلمان، برای چی میخواید به آلمان روید. بعد اونه که روادید رو گرفتید ویلکامن و داکومنت را جو با جو کرده به کنسولگری آلمان میبرید میسپارید. اگر ویدیورولوگ برای شما پسند آمده باشد حتما لایک روحانی رو زیر کنید و در کامنتار نویسید که درباره چی موضوع شما میخواستید که ویدیورولوگ شود. من کامنتار شما رو میخوانم، حتما جواب میدم. دوستان اگر ویدیورولوگ با شما پسند آمده باشد حتما لایک روحانی رو زیر کنید، کامنتار مانید. تا بازدید.